حمله مرگبار و غیر قابل باور بالای شرافت پروانی، هنرمند مشهور افغان در کشور امریکا. ازدواج جنجالی دوم شرافت پروانی، برگزاری کنسرت شرافت پروانی در آلند و شکایت تمامی زنان در صفحات مجازی از شرافت پروانی. دلیل کارهای عجیب شرافت پروانی چی بوده است؟ اکنون وی در چه وضعیت و در کجاست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدن این کانال. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما ترچ بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. شرافت پروانی، هنرمند موفق، چهره شناخته شده، یکی از صداهای ماندگار در میان هنرمندان افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. شرافت پروانی هنرمند بی‌بدیل، هنرمند تاریخ‌ساز و محبوب محلی افغانستان است. از ولایت زیبای پروان است. از طفولیت علاقه فراوانی به هنر موسیقی داشت و توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت و محبوبیت خاصه در میان مردم افغانستان برای خودش پیدا کند. شرافت پروانی هنر موسیقیش از مرزهای افغانستان عبور کرده است. این همه در حالی است که شرافت پروانی، ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، در کشور امریکا و دست اولاد سیاسی حاکم در افغانستان زندگی میکرد. در آن کشور هم زندگی خوش و آرامی داشت. تازه تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود. شرافت پروانی در کشور امریکا در حالت بدی در شفاخانه بستری است. ازدواج دوم شرافت پروانی موج انتقادات را به همراه داشت و این هنرمند را از هنر موسیقیش به دور ساخت. تعداد کثیری از علاقه‌مندان و دوستداران شرافت پروانی کاسته شده است، ولی هر انسان خودش می‌داند و تصمیمات زندگیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای شرافت پروانی با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتون رو در بخش کامنت با ما شریک بسازید. این ویدیو رو با دوستداران و طرفداران شرافت پروانی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما ترچ بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.